دمی روزگار فعلی می توانیم بگوییم که امام علی رحمان اتاتورک زمان است. بعد از قدرت گرفتنش برای ریشه‌کن کردن تروریسم یک قوانین عجیب غریب را در کشورش پیاده کرده. مثلا در تاجیکستان گذاشتن ریش ممنوع است. بعد از اعلام کردن این قانون 13,000 نفر به گونه اجباری ریششان کل کرده. حجاب اسلامی در تاجیکستان ممنوع است و یک گزارش در تلویزیون تاجیکستان دیدم که در تاجیکستان زنای فاحشه حجاب میکنن و را پرسان میکردن که چرا باید ما فاحشه ها پاسخ میدادن به دلیل از اینکه ما در جامعه شناخته نشویم حجاب میپوشیم. یعنی در باور مردم تاجیکستان اگر یک شخص حجاب کرده بره در اوج حتما فکر میکنن که دیگه فاحشه است، میرن میپرسن که قیمت چند است. این یک باور ایجاد شده. و کودکان زیر 18 سال حق رفتن به مسجد و به کلیسا را نداره. یعنی به طوری میتوان گفت که برای افراد زیر 18 سال اجازه انتخاب دین ندارند. بعد از اینکه به سن قانونی رسیدن، عقل و منطق دارن، با درک و شعور خودشان هر راهی را که انتخاب میکنن انتخاب بکنن. در مکاتب مواد درسی اسلامی را حذف کردن و به جایش تاریخ تاجیکان و تاجیک شناسی را جایگزین کردن. 1000 مسجد در تاجیکستان تعطیل کردن و به مراکز فرهنگی تبدیل کردن. امام علی رحمان یک شخصیت وطن دوست است که فرهنگ بیگانه ها را نمیپذیره. یعنی امیر رقمی که از فرهنگ عرب بیزار است، فرهنگ غربی ها هم در تاجیکستان جای پای نداره. نمیتونه بسیار لباس های شهوت برانگیز و تنگ و چسب بپوشه، اما لباس ملی خودشان براشان مهم است و به اندازه به مردمش وفاداریش اثبات کرد که یک کلیپ دیدم جلوی خلق تاجیکم گفته سر تعظیم فرود آورد. و همچنان در تاجیکستان گسترش زبان و ادب فارسی به اندازه در حال جریان است که تا چند سال آینده فکر کنم حتی خط تاجیکستان که فعلا روسی است به فارسی تغییر بکنه و خیلی از جایها و مکانهایی را که تحت استعمار روس بود نامش به روسی بود در حال تغییر دادن به فارسی هستند. بعضی‌ها میپرسه که دستاوردی از چی است؟ خب این کارا را که چی کرد اینا مسلمان‌ها را زد سرکوب کرد. دوستای عزیز، از همین شاد بودن کده هیچ هنری در زندگی بالاتر نیست. تاجیکستان یکی از شادترین کشورهای جهان است و همچنان امنیت مسئله خیلی مهم است. به گزارش BBC سنگاپور و تاجیکستان امن‌ترین کشورهای جهان هستند. بین ما و تاجیکستان یک دریای آمو قرار داره. این طرف دریای آمو افغانستان، اون طرف دریای آمو تاجیکستان. این طرف دریای آمو که است مسلمان ترین مردم دنیا است که افغانستان و به گزارش بعضی رسانه ها 5 سال متواتر بدبخت‌ترین مردم دنیا بوده، ناامن‌ترین کشور دنیا بوده و او طرف دریای آمو تاجیکستان که خوشبخت‌ترین مردم دنیا، امن‌ترین مردم دنیا. از این که دیگه چی رقم نتیجه می‌خواهید؟